چالش 10 روز 10 سریال اقتباسی از کتاب. روز اول. تا حالا شده یه داستانی بخونید یا ببینید که عشق، سرنوشت و رازهای خانواده رو توی دنیایی پر از جادو و واقعیت به هم گره بزنه؟ داستانی که اونقدر قوی باشه که به یکی از مهمترین آثار ادبی تاریخ تبدیل بشه؟ کتاب 100 سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز که برنده جایزه نوبل ادبیات شده و حالا سریالی که از این شاهکار ساخته شده. بیایید با هم وارد دنیای جادویی خانواده بوئندیا بشیم. راستی اگر دوست دارید بازم با سریال‌های اقتباسی آشنا بشید، منو سابسکرایب کنید.